با سلام خدمت دوستان عزیز. همونطور که قول داده بودم امروز اومدیم برای تعمیر این موتور وسپا. اولین ایرادی که باید رفع کنیم تعویض فیلتر روغنه. فیلتر رو برای دسترسی هم به فیلتر روغن باید اول لاستیکو در بیارید. لاستیک باید بیاد بیرون. دریچه فیلتر روغن اینجاست. این دریچه فیلتر روغنه که با 5 تا پیچ مهار میشه. باید این 5 تا پیچ باز بشه، این بیاد بیرون تا فیلتر روغن بیاد بیرون. دیگه نیازی نیست مثلا گیر بوکس هم باز بشه، همون لاستیک باز بشه کافیه. تایر بعدش باید اینو باز کنیم. الان ما بازش کردیم، فقط یه کمی گیره، باید اینو بتونم درش بیارمش، چون سری قبل با چسبونیمش. گفتم تا اینجا رو فیلم بگیرم براتون که آشنا بشین با تعویض فیلتر روغن وسپا XLL LML فعلا تا بازش کنم و درش بیارم. با سلام خدمت دوستان و علاقمندان عزیزان. این فیلتر روغن همونجوری که تو ویدیوی قبل توضیح دادم پیچاشو باز کردیم و با 2 تا تقه الان اگر دقت کنید و تو فیلم معلوم باشه این داره در میاد. زیرش یه ظرف بذارید که روغنش نریزه رو زمین و این قطعه رو جدا کنید تا فیلتر روغن بیرون بیاد. امیدوارم توی فیلم بیفته. راستش من دیگه امکاناتم فقط همینه، بیشتر از این ندارم، ولی با همه وجود دوست دارم که برای دوستان و علاقمندان بذارم که شاید مشکل یه نفره دیگه هم مثل خودم حل بشه. این فیلتر روغن عزیزان، ببینید فیلتر روغن وسپا MLL که درش آوردم گذاشتم تا روغنش بره. این آشش که حالا نمیدونم نمونهش رو بتونم به راحتی تو بازار پیدا بکنم یا نه. امیدوارم که بتونم. من یه بار دیگه اینا برای اون عزیزانی که ویدیوی قبل رو ندیدن یه توضیح مختصر بدم. ببینید عزیزان، برای تعویض فیلتر روغن وسپا باید اول چرخ موتور بیاد بیرون. نیاز به باز کردن قسمت گیربکس نیست، این قسمتی از گیربکسه، نیاز به این نیست. چرخ موتور رو که بیرون بیارید و با این گردگیر هم باید پیش شل کنید تا بتونید چرخ رو کامل بیارید بیرون. چرخ که کامل بیرون بیاد اینجا دستتون باز میشه برای دسترسی به اینجا. 5 تا مهره داره که مهره ها رو که باز کنید این قطعه میاد بیرون. این قطعه که فیلتر روغن رو مهار میکنه. الان من قطعه رو آوردم بیرون، فیلتر روغنم گذاشتم. این هاشش کوشش، این هاشش، این هم فیلتر روغنشه که باید برم بازار خریداری کنم بیارم تا دوباره ببندم جا و انشالله استارت کنیم و بریم سر ایرادهای دیگه. ممنون که تا اینجا همراه بودید. کاستی های منو ببخشید، من حقیقتا نه برنامه سازم نه تعمیرکار. منم یکی مثل شما، فقط علاقه‌مندم که مجبور شدم به واسطه نبودن تعمیرکار خودم کارا رو دست بگیرم و با راهنمایی برادرم که مکانیک ماشین‌های خارجی هست این موتور رو یواش یواش تونستم تا قورت کردن گیربکس جلو برم و یاد بگیرم. حالا هم گفتم این تجربیات واسه اونایی که مثل خودم علاقه‌مندم و موتوراشون به خاطر عیب‌های کوچیک الان خوابیده توی خونه، اینا رو به اشتراک بذارم تا اونا هم بتونن استفاده کنن. من حقیقتا نه دوربینی دارم نه برنامه سازم، فقط با همین موبایله که میتونم فیلم ها رو بگیرم. خلاصه کاستی ها رو ببخشید. ممنونم که همراه شدید. میریم انشالله برای خرید اون فیلتر روغن و بعد برای نصبش دوباره خدمتتون هستم. خداحافظ دوستان. در ادامه مبحث تعویض فیلتر روغن وسپا LM
که فیلتر رو باز کردیم، قرار شد که من برم خریداری کنم بیارم که ایشالله نصب کنیم. من هم تهران هم کرج رو گشتم، نتونستم این قطعه بسیار ساده رو که یه فیلتر روغن است رو پیدا بکنم و دست خالی برگشتم. اما توی لوازم یدکی ها که گشتم فیلتر روغن یاماها هست که نزدیکترین فیلتر به این به اصطلاح قطعه هستش، میتونید خریداری کنید. این فیلتر قدیمیه که من مقواشو کندم. این الان اسکلت فیلتر قدیمیه فابریک خودش. اینم فیلتریه که مال یاماها من خریدم و به اندازه اینه، ولی یه سری کاستیا داره که با فکر و کاری که روش انجام دادم به این نتیجه رسیدم که این قطعه بالایی فیلتر رو، چون این الان از هم دیگه جداه دیگه، خب این قطعه بالایی رو اگر ما با چسب قطره‌ای به سر این فیلتر بچسبونیم، به سر فیلتر یاماها بچسبونیم، دقیقاً همین قطعه از آب در میاد. یعنی به راحتی میشه گفت که کار اونو انجام میده و خیلی شیل خوبی هم در میاد. حالا من اینو تمیز کردم که اینو با چسب قطره‌ای بچسبونم و ایشالله بریم برای نصبش روی موتور رو ببینیم چی میشه. فعلا عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان عزیزان. همونجوری که تو ویدیوی قبلی به عرض رسوندم، من اون فیلتری که خریدم و آوردم و جا زدم، خیلی هم قشنگ خورد و الان در فیلتر روغن رو بستم. فقط یک مطلبی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. من گذشتهشون اطلاعی اصلا از وجود این قطعه نداشتم و مکانیکی هم که خب دوروبرم نبود، اینه که شاید دوروبر 2 سال 3 سالی که موتور دستم بود اصلا فیلتر روغن عوض نکرده بودیم و اون زمانی که متوجه فیلتر روغن شدم و باز کردم متاسفانه در حدود 1 سالی بود که هرچی صفحه کلاژ مینداختم خیلی زود به زود تموم میشد. وقتی باز کردیم تازه متوجه فیلتر روغن شدیم و دیدیم فیلتر روغن خیلی وقتی که خرابه و متاسفانه موتور خشک و داغ کار کرده، انقدر که به چند تا از دنده ها آسیب زده بود و یه خرج خیلی زیادی رو گردنم انداخت. این تعویض فیلتر روغن همیشه تو اولویت کاراتون بذارید، خاطر اینکه ضربه جبران ناپذیری به موتورتون میزنه. در خدمتتون هستم. این بخش تموم شد، امیدوارم که استفاده کرده باشید. ممنون که همراه بودید.